همون حدود سال 81 بود که دانشجو بودم، ازدواج کردم و بعد در دو شرکت نیمه خصوصی یا خصوصی که الان اسمشون یادم نمیاد، شرکت مواد غذایی بود یکیش و یکی تولید کننده تجهیزات پزشکی. و من اونجا به عنوان طراح گرافیست کار کردم. فکر میکنم حدود 19 سالم بود یا 20. 81 بودش که به دعوت آقای دکتر رسول وطن دوست که رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی میراث فرهنگی بودن و همچنین مدیر گروه بخش حفاظت و مرمت آثار تاریخی در دانشگاه ما بودن، در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی مشغول به کار شدم. 1981 تا سال 2006 من در پژوهشگاه میراث فرهنگی استخدام بودم و مشغول به کار بودم. چند سال اول به صورت پروژه‌ای کار می‌کردم، بعد استخدام قراردادی شدم و حالا قسمت‌های مختلف کارهای مختلفی انجام دادم که حالا به صورت خیلی تیتروار اینا رو میگم. سابقه کاری من در میراث فرهنگی هستش.